من علی‌احمد فامینجان هجوم کننده دسته نورسان روشن شهر کلاب توسین 18 ساله با جز فوتبال کردن راستی گپ من در همه همین ورزش‌ها بازی کردم میتوانم، لیکن خیلی که با فوتبال خیلی بازی کردن میتوانم و دیگه‌اش نه. علیجان علیمدوف فوتبالبازی تیم تو 18 ساله‌های روشن شهر کلاب. در ایام کودکی اولا از خردسالی فوتبال در دلم شوق داشت. پدرم اما این را نمیخواست مرا گرفته و گوشتین یونان ارومی برده بود. من در آنجا طول 4 ماه مشق کردم، اما از آن راست گپ یگان بهره هم نگرفتم. من حتی در یگان مسابقه هم اشتراک کردن نتوانستم. اون چیز در دلم یگان همین شوق حسیات نسبت گوشتین در دل من نبود. بعدا دستم نیز شکست، همین خیلی نقصان ها هم پیدا شدم. بعدا پدرم گرفته مرا با نورسان روشن شهر کلاب آورد. در آنجا با کلوب نورسان روشن شهر کلاب آورد. در آنجا بازی مرا دیده مربیان بسیار هم با آن توجه خود را نیز ظاهر کردند. اولین مراتبه مرا به دسته خود یکی از مربیای بهترین همان باشگاه روشن شامراد و دوران به دسته‌اش قبول نمود و به من توجه بسیار هم داد، مرا اهمیت میداد. به من میفهمم که چطور بازی کنم. همین خیلی من با شرافت آن انسان‌ها مربیان تا اینجا رسیدم. علیجان علیمدوف هنوز پس از 1 ماه تمرین در نخستین بازی خود به زدن گل و دروازه حریف مشرف می‌گردد. من همان سال اولی که با فوتبال رفته بودم 5 سال پیش، در همان بعد از آن که من با همان باشگاه نورسان روشن شهر کلاب رفتم، 1 ماه بعد از آن مسابقه کودکان برگزار گردید. آن دائما در خاطر من میماند، چون که ما با حساب 1-0 مغلوب گشته بودیم در فینال. در آخران لحظه های فینال من گل را به ثمر رساندم و بازی مساوی تا به ضربه های 11 متره رفت و در آن ما با حساب 5-0 غلبه کردیم. وقتی که در دسته روشن علیجان با زیر دست من آمد، آن وقت خیلی خرد بود و قابلیت بازیکنی داشت. 3 سال وی رو تمرین دادم. حالا اون بازیگری خوبی دسته می باشد که پیشرفت گلزن‌های رسپوبلیک تاجیکستان باید با فوتبال بین تا 18 ساله می باشد. سال 2019 علیجان در هیئت تیم 17 ساله‌های فوتبال روشن در چمپیونی تاجیکستان اومد به فوتبال غالب آمده در این سن سال چمپیون تاجیکستان می‌گردد. از هم مسابقه در یاد من نقش بسته است همین مسابقه همین ساله است، چون که سال گذشته معلوم است که دسته نورسان ما تا سن 17 ساله روشن شهر کلاب غلبه کرده بودیم، اما متاسفانه در همان مسابقه در بازی اولین که تیم شکسته بود. من کلی همون بازی ها رو از دست داده بودم، تنها در 5 بازی اشتراک کردم خلاص. این سال باشد خوشبختانه برآمد جدی با تیاری‌های جدی به میدان برایم. این حال در نشانزن‌ها زینه دوم رو اشغال میکنم با 10 گل زدم. از همه در 8 بازی گذشته در همین مرحله 9 دسته اشتراک میکند
من در 8 بازی آن با زدن 10 گل مشرف گشتم. حالا در کشور چمپیونی تاجیکستان اویی با فوتبال میان دسته‌های تا 18 ساله می‌گذرد. علیجان علیمدov در 8 بخوری و دروازه حریفان 10 گل زده است و یکی از نشانزن‌های بهترین این چمپیونات به حساب می‌رود. چمپیوناتی 18 ساله خیلی چمپیوناتی نقد می‌شود. رحمت کلام با فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رستم امالی می‌رسونه که چنین مسابقه‌ها چمپیونات‌ها با ما دسترس می‌کنند. دسته‌های پرقوت آرزو ШВС, Ашт, Соро, Равшан, ЦСКА, Помир, Хатлон дар чемпионат 9 даста бозӣ мекунанд. Дастаҳо аз солҳои пештар хело имсол пурқувваттаранд. Чемпионати 18 сола имсол охирон чемпионат аст ки 18 сола бозӣ мекунад. бори аввал 17 сола бозӣ мекунед, соли оянда 18 сола бозӣ мекунед. 18 сола бучид футболистҳо ҳамаш با دوبل میبرند. با من بسیارتر همون حمایتگر همون اسحاق وقتیار که یکی از حمایتگران بهترین است و من در قریب در همه گل‌های همون پرتاب میکند. از او می‌ندارم و باز از همون مربی همون محترم شاخ یوسف جواهرشاه نیز به اندازه سپاسگزارم که من را باور کرده به دسته در صف اساسی دسته میگذارد. من هم کوشش میکنم که باوری آنها را از دست نداده، آنها را به همان چیزی که هدف کردن به همان چیز رسانم. من بسیار کوشش کرده ایستادم. می‌ندارم از همه همان بازیگرانی که در دسته همان جایگیرم، من از همه آنها راضی هستم. با همشون دوست و رفیق به مثل برادر هستیم. این خیر بین ما یگان نافهمی یگان چیز نیست، همه به مثل یک عائله در همان دسته جایگیر شدیم. دور هشتم چمپیونی تاجیکستان اویی با فوتبال بین دسته‌های تا 18 ساله. بازی بین دسته‌های روشن شهری کلاب و اشتی ولایت سوخ. این بازی با حساب بزرگ 8-2 بر نفع روشن خاتمه یافت. علیجان در این بخوری 2 گل به ثمر رسانید. имолбозони мо имрӯз бозии хуб нишон доданд. ҳамлагарони мо яке аз ҳамлагарони пурқуввати даста алиаҳмадов алиҷон, умаров маҳмадло, мероҷи неъмат хело бозигарони хуб буданд ки онҳо имрӯз ҳар яки онҳо дуголӣ заданд ба дарвозаи меҳмон. мо кӯшиш мекунем ки бозиҳои ояндаро ҳамин бозӣ кунем ва дар сафи пеш худро мустаҳкам намоем. بازی این روزه بازی خوب بود. ما با یکی از دسته‌های پرقوت که آنها در جدول مسابقات سزاوار جای سوم بودند، ما آنها را در میدان خود قبول کرده آنها را به شکست روبرو کردیم و در این بازی با زدن خوشبختانه با زدن 2 گل میسر گشتم. مربی به ما توصیه داد که فقط در بازی باید به ما غلبه در کار است، چون که در جدول مسابقات جای خود را استوار کنیم. ما خوشبختانه مربی را سرخم نکرده با گفته‌های او اجرا کردیم و در این بازی با غلبه سزاوار گشتیم. خیلی بازی نقض کرد. امیدواریم داریم که بازیگر خوب میشود. امسال با خیلی بهتر شده که از سالهای پیشتر. حالا بازیش در پیش است. حالا علیجان علیمدov در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 شهر کلاب تحصیل می‌کند. بنا به گفته خودش به فن‌های طبیعی میل زیاد دارد. من مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 شهر کلاب را خوانده ایستادم. این سال با صنف آخران به صنف 11 گذاشتم. در مکتبم با بهای خوب میخوانم. فنی دوست داشتم این البته که فن گئوگرافی است. من همین خیلی چیزا با طبیعت بسیار هم سر کار خوب اهمیت هم میدهم. باز دیگر فن‌ها هم خوبن، روسی، انگلیسی. از میان اونها این گئوگرافی را من
بسیارتر میپسندم. فکر نمیکنم تنها من، با همه انسان ها هم طبیعت زیبا، هوای تازه و صاف، همین خیلی چیزا من فکر میکنم تاثیر خود را میرساند. باز در طبیعت راه گشتن، سر و گشت کردن، این هم فایده کلان هم دارد. علی جان بیس می تواند که تا 6000 مرتبه با توپ ژانگلیری کند. با این مهارت خود سال 2019 در آزمون تلویزیونی شو تالنت اشتراک کرده است. در شو تالنت که در تاجیکستان در ماه یولی سال گذشته سپاری شده بود، من در آنجا اشتراک کردم و تا دست من شکسته بود، با یک دستم رفتم. اولا با آنها معقول نشده بود و بعدا من با آنها گفتم من 6000 زیاد جنگلی میزنم. بعدا آنها ورقچه ما را گرفته، رقم‌های پدرم را گرفتم و با پدرم زنگ زده گفتن که از دور یکم گذشته. من با دور دوم رفتم، بسیار هم همین بازی‌های خود را نشان دادم به آنها. در آنجا وقت نیست که 6000 جنگلی زده به آنها نشان دهی. بعد 3 دقیقه وقت میدیم. من در اون طول 3 دقیقه هر نمود همین فینت‌های فوتبال را نشان دادم. با من گفتم ما میدانیم که دست تو شکسته است، از همین سبب تو بعد دور دیگر گذاشتن تیار نیستی و باور داریم که سال دیگر آمده ما رو حیران کرده میتونه. مرا بسیار انسان ها میگویند که مرا یاد دارین خیلی خوب. من نمیدانم آموختگی از یگان جهان نیستم. این چی خیلی یک استعداد است. استعداد من خودم راست گپ اولا به این چیز اهمیت نمیدادم. من اولا میزدن 400 500 همین خیلی اهمیت نمیدادم. بعدا که کم سن سالم کلانتر شد این چیز رو جدی و خود قبول کردم. همین چیز رو علاقه دیگر هر روز استفاده می‌بردم. همین اصول ها رو با توپ هر روز بازی میکردم، همین مشق میکردم و تا جای رسیدم که این حال تا 6000 زده میتوانم همین چیز رو. علی جان با توپ خوشو کار میکند، دریبلینگ‌های نغز دارد، کورپس‌های نغز دارد، با سرش توپ رو نغز میزند به دروازه. عموماً گل میزند، به گل نمیبرد از میدان. علی جان در اویلا فرزند کلانی خاندان است. اکنون در راه انتخاب کردهش پدرش نیز او را کمک میرساند. در عائله همون من پدر مادرم و بعد از من 3 نفر دیگر، 1 برادر و 2 خواهر دیگر دارم. از همه کلانیشان من هستم. تنها در عائله من هم خیلی ورزش شوق و هوس دارم و خلاص دیگران. باور کنید پدرم راست گپ با فکرم خطایی خود را نیز فهمید. مرا عین حال بسیار هم همین خیلی دستگیری کرده ایستاده است. از آن کس من دارم فقط سعی کوشش کرده ایستاده است برای من دستگیری های به اندازه. و راست گپ خوشحال است که من عین حال در فوتبال بازی کرده ایستادم و با من دائما همین خیلی دل برداری میکند. با من دائما توصیه ها میدهد که در بازی ها به گل از میدان بیرون نبرد. در این مسابقه که برگزار گشته ایستاده است ما اشتراک کرده ایستادیم. بعد از یک موسم به انجام رسیدن ما علاقه در زینه 4 جای خود را اشغال نمودیم. علی جان علیمردوف آرزوهای زیاد دارد. امید آن را دارد که مهارت خود را صیقل داده در منتخب فوتبال تاجیکستان بازی کند. من راستی گپ بغیر از فوتبال و ورزش باز و بازی پلی استیشن بسیار هم شوق و رغبت دارم. آن را خوب بازی کردن میتوانم. در وقت‌های خالی با همین کارهای مشغول میشم. باوری دارم هر یک ورزشگر بسیار هم
ҳаваси зиёд дорад ки дар дастаи мунтахаби худ баромад кунад, номи миллати худро дар ҷаҳон муаррифӣ кунад. орзуи беҳтарини ман ҳамин шомил гаштан дар мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон.